بیشتر به اهل سنت نزدیکم. من قبلا تصویر من هست؟ بله تصویرتان هست، اینترنتتان ضعیف است. درسته. من قبلا با شما بحث کردم، بیشتر به اهل سنت نزدیکم. قبلا با شما بحث کردم و شما اونجا شکست خوردی و خلاص انداختی پایین. با جناب سیمرغ هم بودی و الان متاسفانه چون شما خیلی متعصب هستی، خب از اون نمیری بزرگوار. به خودتون رحم کنید، دنیا چند روز تموم میشه. حالا به حال خودتون میدونید. من میگم به خودتون لحظه به من اول بگو چقدر علم داری در اسلام؟ من بیشتر منطقی بحث میکنم تا اینی که علمی باشه. یعنی عقلی و منطقی یا فقط منطقی؟ مگه فرقی میکنه؟ به عقل سلیم. آره عقل سلیم و منطقی دیگه. حالا عقل ناسالم است که مثلا عقل آتئیسم یک سوال، شما به عنوان یک مسلمان اصلا میتونی از عقلت استفاده کنی؟ اتفاقا من آتئیستم که نتونم استفاده. اتفاقا مسلمان ها استفاده میکنن که جهان بینی داره. من یک سوال ازت میکنم. نه من یه چیز به شما بگم. من از شما طلب یه جهان بینی کردم، شما گفتید 2 ماه من حاضر میکنم. الان نزدیک 2 سال میگذره اون 2 ماه اصلا نمیشناسمت، اصلا یادم نمیاد. نه چرا مناظره کردیم. خب شما به هر حال سیف که نکردی، سیف نمیکنید. همه چیز تو مود سیف میشه. من هیچ چیز را پاک نمیکنم اتفاقا. هیچ چیزی. خب همین رو سیف کنید. اگه همین رو سیف کنید لطف کنید. همین رو سیف کنید. من میگم اصلا و ابدا گوش کن. هیچ چیزی را من از قصد پاک نمیکنم. همه‌اش میمونه همین جایی که هست. من هیچ وقت دست نمیزنم. حالا شما بفرما، برای من بگو. شما گفتی از عقلت استفاده میکنی، درست است؟ درست. من میخوام بدانم که اگر مثلا قرآن به شما گفته که دزدی را خب در صورت دزدی دست شقت کن، یا زنا، کسی که زنا میکنه 100 ضربه شلاق بزنه، شما چیکار میکنی؟ 100 ضربه شلاق میزنی یک زناکاره؟ خب شما فرض کنید ما میخوایم منطقه برخورد کنیم، ندیم بزنیم، چیکار کنیم به نظر شما؟ حالا من میخوام از نگاه عقلی بگذار. من از نگاه عقل و منطق این را میگه که یک فرد، 2 فرد بالغ جسم مال خودشان است، تصمیم گیری میکنن با هم رابطه داشته باشن، به من چه به تو چه. این عقل این را میگه. ولی شما که میگی عقل، از عقلت استفاده کرده میتونی که اونای قرآن را اجرا نکنی یا یک کار دیگه کنی؟ میتونی این کار بکنی؟ آفرین. حالا اجازه بدید اول از همه امیدوارم که این لایف سیف بشه. من مگه شما نمیگی ما از عقلمون استفاده میکنیم؟ حاشا و کلا بلا بدون. خب از همین عقلتون استفاده کنید، یه جهان بینی کامل بیارید. آقا مگه در مورد زنا حکم نیاوردی؟ در مورد دزدی هم بیار، در مورد رشوه بیار، در مورد چون بیار، همه احکام بیار. همه چیز. نه کجا؟ نه یه چیزی مشهور یک لحظه ثابتش کنم. باشه آخه شما نمیدی، ولی خیر من الان ثابتش میکنم. در کدام کشور زندگی میکنی؟ من جواب شما رو دادم. نه اگه شما کنی ببین جناب عالی صبر کن. ندادی عزیز دل. من از شما یک سوال کردم. خارج از قرآن میتوانی؟ شما جواب ندادی و دوباره سوال از من پرسیدی. حالا من یک سوال به خاطر که جوابت بدم، در کدام کشور زندگی میکنی؟ حالا مگه فرقی هم میکنه؟ بله. من تو ایران زندگی میکنم. شما در ایران زندگی میخوای بگی مثلا تانزانیا قوانینش خوبه؟ میخوای بگی سوئد خیلی باحاله؟ ما اصلا چیزی نگفتیم. شما در ایران زندگی میکنی؟ بله من تو ایران زندگی میکنم. بسیار عالی. آیا شما در ملأ عام کسی که زنا میکنه در ملأ عام در ایران شلاق میزنی؟ خب من شلاق نزدم، ولی اگه شلاقم بزنم ایرادش چیه؟ خب عقل من میپسنده. جواب ببین، شما یا تقیه را خوش داری یا فرار را. من سوالم خیلی ساده است. چرا جهان بینی شما رو گوش کن؟ من میخوام نه جهان بینی رو برات میگم. من سوال فرار نمیکنم، خیالت راحت باشه. خیلی خوشگل فرار میکنی. گوش کن. من وقتم کم است، حالا گفتم بیایم ببینیم چه سوادی داری. تایم بعدی گوش کن. یه دقیقه. اگه میخوای تایم بعدی مشخص کنید جهان بینی شما، اگه میتونید این مناظره رو بیارید. من 4 تا گپ که الان زدم، من میبینم که واقعا از نگاه اسلامی و از نگاه عقل و منطق اصلا چیزی در چانته نداری که من بخوایم وقت برای تو بذارم. یک کسی باشی که یک چیز علم داشته باشی، چرا که نه؟ ما خوشم میشیم برات وقت بگذاریم.
خب جهان بینی شما رو بررسی میکنیم دیگه، عقلی و منطقی جهان بینی شما رو بررسی میکنیم. ما برای اینکه بخوایی همین گپ چقدر بی منطق هست. چرا بی منطق هستی؟ گوش کن. واسه شما بی منطقه. بله خب واسه میمون میبینی واسه پاکو فامیل میمون طبیعی دیگه. وقتی خوش برات میخوایم جوابتم برات میدم. وقتی خوشه ممنون از شما. آفرین، شکستتون ممنون. بابت شکستتون دستتون در نکنه. آفرین. ببینید دوستان